خب ببینیم ما تو گذشتم به باور من تا اونجایی که من میفهمم با توجه به شرایط کنونی، یعنی خیلی چیزها نامعلومه، ما با همه چی ببخشید خواهش میکنم. خب خیلی چیزها نامعلومه، ما نمیدونیم. از معلومات اون شروع کنیم، با تجربه گذشته‌ای که داریم، با توجه به این ظرف زمانی اتفاق الان داره میفته در شرایطی که حکومت موجودیتش روی هواست، یعنی در خطر واقعیه و معلوم نیست در هفته‌های آینده، روزهای آینده، ماه‌های آینده چه خواهد شد. در این شرایط اومدن مجتبی رو انتخاب کردن. حالا ببینید مسلم بود که باید رهبر آینده جمهوری اسلامی به طور کلی یکی باید می بود که این دو مافیای اصلی حکومت که با هم کار میکنن، یعنی مافیای سپاه و مافیای بیت خامنه ای، یعنی به اصطلاح دفتر خامنه ای و تمام شبکه اقتصادی وابسته به اون، که حالا یکی بعدی میگن این یکی، بعدی میگن اون یکی. از نظر اقتصادی بالاخره دو تا مافیای اصلی حکومت هم قدرت دارن هم پول، بنابراین نمیتونست مافیا اون رهبر خارج از این باشه. یک. دوم، دو نظریه بود. یکی میگفتن که اینا میان یک آخوندی که به عنوان دکور باشه میذارن، یعنی در حقیقت اینا اومدن بعد از مردن خمینی که بعد یه ولی فقیه اعلم اونم چی مردن خامنه ای رو بردن، چون نداشتن دیگه. الان دیگه بدتر هم یه درجه میان پایینتر، یه آخوندی میارن که دکور ولی فقیه، ولی قدرت و همه چی دست همین دوتا مافیاست که با هم کار میکنن پشت پرده به رهبری مجتبی. یا اینه یا نه خود مجتبی رو میذارن. بین این دوتا در نوسان بود. خب طبیعتا تو این شرایط بحرانی نمیخواستن ریسک بکنن، میخواستن آدم خودشون بیارن. حالا چه پیامی داره؟ من کلی بخوام بگم نظرمو، چه پیامی داره؟ یعنی پیش بینی میشد که باید این باشه با دو گزینه، ولی گزینه مجتبی رو انتخاب کردن. حالا چه پیامی داره؟ اینه که ببین در گذشته حکومت وقتی گیر میافتاد، مثلا بعد از شما یادتونه که وقتی رفسنجانی اومد، خب بالاخره مردم شورش کردن، تو خیابونا بودن، قزوین، اسلامشهر، مشهد، خیلی اعتراضات بالا گرفته بود بعد از یه دوره رکودی که بعد از اون دوره سیاه دهه 60 بود. اینا اومدن خامنه ای رو بردن، خاتمی رو بردن به دو دلیل. یکی بعد از پرونده میکنوس فشار خارجی زیاد بود، یکی فشار مردم. در مقابل اینا اومدن خاتمی رو بردن که این فشار رو کم بکنن. یعنی از این دوگانه تو حکومت خوب و بد و اصلاح طلب و تند رو اومدن به خاتمی فرصت دادن، ولی به طور کنترل شده. هر جا می‌خواست قدمی اضافه برداره جلوشو میگرفت خامنه ای، آوردن فقط بتونن فشار اجتماعی رو کم کنن. بعد هم دوباره دیدید وقتی تحریما اضافه شد و فشار زیاد شد، روحانی رو آوردن، دوباره روحانی رو آوردن. روحانی هم نتونست کار زیادی بکنه، فقط برجام و اونم زیر نظر خامنه ای امضا کردن، ای حدی هم بیشتر نداشتن. برای این دوگانه رو رژیم استفاده میکرد، ولی توی چارچوب این دوگانه رو استفاده میکرد، ولی هیچ وقت از اون پوسته اصلی خود رژیم خارج نمیشد. من یادم وقتی برجام تموم شد، اگه یادتون باشه، روحانی رفت پاکستان، یه سخنرانی هم تهران کرد که آقا ما حالا برجام هسته‌ای داشتیم، بعد برجام منطقه‌ای و موشکی هم داشته باشیم. خامنه‌ای هم رفت مشهد همون سال سخنرانی کرد، گفت این خبرا نیست، ما دست به اینا نمیدونیم، فکر نکنید ما برجام 1 و 2 و 3 حرفا نداریم. جلوی روحانی هم گرفتن. بنابراین اینا می اومدن در این چارچوب بازی میکردن، ولی کنترل شده. الان تو این دوره بحرانی اینا همچین فرصتی نمیتونن به خود، یعنی همچین ریسکی نمیتونن بکنن. یه آدمی بیارن که یکم با خودشون فاصله داشته باشه، شکاف ایجاد بشه. شکاف در بالای حکومت دستگاه سرکوب رو تو این شرایط ضعیف میکنه. اینا مجتبی رو آوردن، هم پیام داخلی داره هم پیام خارجی. پیام داخلیش اینه که سرکوب و اینها ادامه بده، که به خارجش هم فعلا اینه که لااقل تا زمانی که جنگ هست شما انتظار درسی رودریگز ونزوئلا رو در ما نداشته باشین، ادامه راه خامنه. بنابراین پیامش اینه. حالا ممکنه در آینده اگه جنگ تموم شه
یه نظری بود، نظر آخر تیکه آخرش هم اینه آقای غفوری. ببینید موقعی که خاتمی اومد و خیلی اینجا امید بستن مدل چینی میشه اونم چی میشه، ایران تغییر میکنه و با دنیا کنار میاد و نکرد، احمدی نژاد اومد. وقتی احمد نژاد اومد این مندم یه سری که طرفدار ما بودن خوشحالی هم میکنن، شما که ناراحت بودی که؟ میگن نه ببین اون موقع اگه قرار بود خاتمی کاری بکنه چون دوگانگی تو سیستم بود خامنه ای اجازه نمیداد، میگه به اسم این تموم میشه. حالا که احمد نژاد با خود خامنه ای یعنی سیستم یک دست شده، تصمیم گیری ها در یه نقطه است همش، بنابراین راحت‌تر احتمالاً امکان سازش بین ایران و آمریکا و خیلی مسائل دیگه الان بهتره. یه نظریه مفت و مجانی بود که مطرح می‌کردن. حالا ممکنه یه دم بیان الان بگن که الان که اتفاقا مجتبی اومده یعنی تمام قدرت سپاه و بیت خامنه‌ای پشتشه، یعنی کل ساختار مافیای رژیم پشتشه، اگر هم قرار باشه با آمریکا بسازن پس خود مجتبی بهتر میتونه این کارو بکنه. این حرف رو به نظر من خواهیم شنید. برداشت من خود من اینه که رژیم وضعش خرابتر از ایناست، این مانورها مال گذشته بود، رژیم قدرت مانور نداره، رژیم میخواد بچسبه به قدرت با حفظ خامنه ای، میخواد اون 5%، 2%، 3% هیئتی مذهبی های خشک مقدس که الان اینا رو بسیج کرده و اینها میخواد اینا رو حفظ بکنه، ادامه راه خامنه ای، هیچ تغییر مسیری نمیخواد بده. پیامش به آمریکا اینه که ایران ونزوئلا نمیشه، به مردم هم اینه که آقا شما فکر بد به سرتون نزنید یه وقت فکر کنید بیاین تو خیابون. برداشت من اینه. خیلی ممنون آقای آلان صالح‌زاده هم همراه ما هستن. خوش آمد میگم به شما آلان عزیز، لطفا همراه ما باشید. من یه سوال دیگه هم از آقای دایی دارم. آلان صالح‌زاده رو معرفی خواهم کرد، یکی از تحلیلگرای مقیم فنلاند. آقای دایی چند نفر سوال کردند این رو، سوال رو البته در اسکرین میتونن ببینند بینندگان. آیا امکان بن سلمان شدن مجتبی وجود دارد یا نه؟ بعضی این تئوری رو مطرح میکردن، الان هم دارن از شما سوال میکنن آیا ممکنه که همون رولی که بن سلمان مثلا در عربستان داشت، احتمالا منظورشون رول اصلاحات از بالا باشه، چیزی شبیه این، آیا امکانش هست اصلا؟ خب این حالا اسمش رو میتونیم ما عوض بکنیم. یه موقع میگفتن خاتمی یا روحانی، مثلا میشه تنگ شیاپینگ، حالا بگن بن سلمان. یعنی در کلش اینه که اینها میان خودشون با حفظ قدرتی که پشتشونه کل سیستم میان سیستم رو تغییر میدن. من هم میگم اگر تو این 40 و چند سال نشده دلیلی داشته نشده دیگه. ببینید همیشه یه مقاطعی بوده رژیم باید یه تصمیم استراتژیک میگرفت، همیشه بین این که با جنگ با آمریکا و جنگ صلیبی با اسرائیل و تحریم و فلان و اینا بیاد ببره بره یه طرف دیگه. رفسنجانی میگفت، خاتمی میگفت، روحانی میگفت. باید در یه مقاطعی همیشه انتخاب میکرد. وقتی خمینی مرد یه انتخاب اساسی جلوی رژیم قرار گرفت. دنیا میخواست با ایران بسازه، همه دنیا دنبال این بودن که با ایران بسازن. خامنه ای اومد چیکار کرد؟ اومد جبهه مقاومت رو درست کرد، در مقابل صلح بین اسرائیل و فلسطینیا مقاومت کرد، رفت یه سری دور بر خودش جمع کرد، خطش رو انتخاب کرد، خطش تحریم بود، فشار بود، فلان. اون انتخاب سر نقطه بزنگاه اون انتخاب کرد. تو مراحل مختلف هر جا رژیم تصمیم گرفته رفته این طرف، در طرف مقابله با مردم، مقابله با آمریکا، جنگ صلیبی، همیشه این طرف رفته دیگه. خب این یه دلیلی داشته. یکی از دلایلی که همیشه بود، خود خامنه‌ای هم میگفت تو سخنرانی معروفی که تو مشهد که جواب روحانی رو داد که شما میگید برجام 1 و 2 و 3 و برجام منطقه‌ای و موشک فلان، گفت شما فکر میکنید ما یه قدم اگه عقب بشینیم اینا تا ته میان، ما همه چیزمون رو از دست میدیم. بعد یه دیدار که با فرماندهان سپاه گفت به ما میگن این عمق منطقه‌ای اینا برای ما خطرناکه، اینا برای ما تحریم میاره، اینا برای فشار. گفت اینا حالیشون نیست که اگه ما اینا رو از دست بدیم کل حکومت ما از دست میدیم، همه چیمون رو از دست میدیم. این دیدگاه این حکومت بوده. الان که رژیم زیر ضربه، آخه این ضرب که تموم نمیشه که.
یا باید یکی بیاد الان تو این شرایط، یکی باید بیاد اگه جنگم تموم بشه، باید بیاد با آمریکا بسازه. عقب نشینی یک قرون دوزاری هم نیست این بار، باید عقب نشینی اساسی بکنه. درست؟ نمیشه که همینجوری ساده بگی که، وگرنه میشه سناریوی لبنان و حزب الله، اسرائیل هر موقع دلش بخواد بیاد میزنه. تحت این شرایط رژیم چجوری میتونه عقب نشینی بکنه؟ اون موقع خامنه ای، اون موقع که هنوز وضعش بهتر بود، میگم اگه عقب بشینیم مردم میدن سر ما همه چیمون رو دست میدیم. یعنی شکاف تو بالا، شما دیگه نمیتونی به نیروی سرکوبت بدن بکش، اون رو دست میدیم. یعنی مهمترین سپر دفاعی ما اونه، بنابراین نکردن. خب این که نکردن دلیل حالا که اون دلیل جدیتر شده، اینکه شما اگه کوتاه بیاید تا ته مردم میخورنتون. الان رژیم تمام تلاشش اینه که بتونه این دوره رو اثر بگذرونه، مثلا بتونه خودش یه کمی بازسازی بکنه، منتظر یه شرایط بشه. من یه موقعی که احمد نژاد اومده بود و فشار تحریم اینا زیاد بود، روزنامه انتخاب یه مصاحبه کرده بود با این مسعود بهنود، گفت بود پیشنهاد شما چیه به دولت مردان ایران؟ گفت بود به پیشنهاد من اینه که یه مقدار ارتفاع حرفاتون رو کم کنید، یعنی حرفای تون نزنید و منتظر باشید یه اتفاقی تو دنیا بیفته که حواساشون از ایران بره، مثلا کیم ایل جونگ شات موشک بزنه، یه جا جنگی بشه، چی بشه. این خواب و خیاله، ول نمیکنم، یعنی اسرائیل و اینها ول نخواهند کرد، ولی هدفشون اینه که از این طوفان بگذرن، بعد حساب مردم برسن، بتونن خودشون رو تثبیت بکنن. بنابراین من جای عقب نشینی نمیبینم. اینکه بخواد مدل ونزوئلایی یا هر اسم دیگه، بن سلمانی، نمیدونم فلان، اینا اگه عقب بشینن، این شکافی که بین مردم با نظامه، این تاریخچه‌ای که ما داریم تو این 47 سال، به خصوص تو این 2 ماه گذشته، این فشاری که غرب و اینها داره میاره، اصلا جایی برای مانور به نظر من نمیذاره. بن سلمان در شرایطی که اون کاری کرد، اینجوری تحت فشار خارجی هم همه شرایط براش مهیا بود، چه ربطی داره به ایران که یه ریز شکاف باز شه مردم میریزن همه اینا رو نابود خواهند کرد؟ من فکر نمی کنم.